سلام به همگی، خیلی به کانال من خوش اومدین. این اولین ویدیو من تو سال 2025. میدونین این ویدیو موضوعش در مورد چیه؟ میخوام ترندهای بهار و تابستون امسال رو بهتون بگم. هر سال که میخوام این مدل ویدیو رو براتون درست کنم خیلی هیجان زده میشم، خیلی ذوق زده میشم، چون میخوام پیش بینی چند ماه آینده رو بر اساس رانویا براتون انجام بدم که امیدوارم این ویدیو براتون الهام بخش باشه. امسال میخوام یکم آینده نگر باشم. نمیدونم شما هم مثل منین یا نه، ولی بعضی موقع هست که ما به ترندا نگاه میکنیم، به رانویا نگاه میکنیم و میگیم که این چجوری میتونه جزو ترندهای امسال باشه؟ این اصلا پوشیدنی نیست. یه سری ترندهای خیلی عجیب و غریب هست. توی این ویدیو سراغ عجیب و غریبا نمیرم. میخوام یه آینده نگری داشته باشم و ترندهایی که خیلی کاربردی هستن و بتونم به عنوان یه مزه توی کمد استایل خودم بگنجونم، اونا رو بهتون میگم. وقتی این ویدیو رو میبینین اصلا منظور من این نیست که کل کمدتون رو خالی کنین، جاش بیان هر چه آیتم ترندیه رو بهش اضافه کنین و حالا امسال مجبورین که با اینا لباس بپوشین. اصلا منظور ما اینه که اگر ترندی رو میبینین که به استایلتون نزدیکه، اونو وارد کمد لباستون بکنین و خودتون رو متعلق به اون فصل کنین که هم یه سرگرمیه، همین که استایلتون رو خیلی شیک و جذابتر ترندی میکنه. ترندایی که قراره بهتون بگم قراره که تو چند ماه آینده توی همه برندها و فروشگاه‌های حتی محلی هم ببینین. پس یه پیش بینی میتونه باشه و میتونین خودتون رو کم کم آماده کنین و امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه. من عاشق ساختن این مدل ویدیو هم. امیدوارم شما هم دوست داشته باشین و اگه دوست داشتین ویدیو رو حتما لایک کنین و بعد از دیدن ویدیو حتما برام کامنت بذارین که کدوم ترند رو دوست دارین، کدوم رو وارد کمدتون میکنین و کدوم ترند چقدر خوبه که دیگه امسال با ما نیست و هر نظر دیگه که دارین همه رو میخونم. بدون معطلی میخوام برم سر اولین ترند و اونم ترند جیر هستش. پارسال پاییز و زمستون ترند جیر خیلی پرسر و صدا، بخوایم صادق باشیم یکی از اصلی ترین ترندهای پارسال بود و خود من به خاطر اینکه احساس میکردم که ممکنه این ترندی باشه که بره و سال دیگه و فصل آینده نیاد، فقط در حد اینکه یه دونه کت کراپ جیر گرفتم و ازش استفاده کردم و دیدین. ولی باید بهتون بگم که اگه اونایی که خرید کردن اصلا چیزی رو از دست ندادن و کسایی که نگرفتن میتونن با خیال راحت بگیرن، چون این فصل خیلی قوی تر و شدیدتر اومده. تو همه آیتما میتونین ببینینش. نکته که فرق داره با پارسال که جین روی جین بود، امسال جیر روی جیره، یعنی ترکیب ستای مختلفی مثل کت جیر با دامن جیر یا با شلوار جیر یا دامنای خیلی خوشگل که با ترکیب بوت و حالا اسنیکرزهای مختلف ست شده. جیر امسال همه جا هست، با خیال راحت میتونید روش سرمایه گذاری کنید. اسنیکرز جیر امسال خیلی ترند تره. یعنی چی؟ یعنی که میو میو اومد این طرحو زد که دارین میبینین با جیره. ولی خب آیا ما مجبوریم که همچین چیز گرونی رو بخریم که توی لایف استایلمون باشه؟ چون خیلی هم طرفدار داره. میخوام بهتون بگم نه، یکم صبر کنین. قطعا برندایی مثل H&M یا زارا و یا خیلی از برندهای دیگه اسنیکرز جیر رو هم میزنن و شما میتونین برای اینکه با این ترند همراه باشین سراغش برین. چرا روی اسنیکرز جیر انقدر تاکید دارم؟ به خاطر اینکه کاملا توانایی اینو داره که یه استایل کاملا کژوال رو ارتقا بده و به یه سطح دیگه‌ای ببره و خیلی استایلتون رو قشنگ میکنه. پس اگه خواستین آیتم جیری بگیرین که هنوز نگرفتین، اسنیکرز بهترینه. که حرف اسنیکرز شد، یکی از برندایی که احساس میکنم تو این فصل خیلی توجه روش هست و خیلی هم ممکنه سمتش برن، این کتونی از پوما مدل اسپید کت که خب خیلی داره دیده میشه و امیدوارم که جزو ترندا باشه و پیش بینی من درست باشه. حالا بریم سراغ ترند بعدی که اون هم لباس ورزشی ارتقا یافته است. نگران نباشین، لباس ورزشی سال هاست که جزو صنعت مده و هیچ وقت ازش جدا نشده و به عنوان یه ترند هست. ولی امسال چرا ترند اصلیه؟ به خاطر ارتقا یافته شدنش. اومدن چیکار کردن؟ از ورزش‌های زنونه مثل یوگا، مثل پیلاتس و باله الهام گرفتن و یه سری لباس‌های راحت طراحی کردن برای لایف استایل روزانه. ولی حالا ارتقا یافته‌اش چیه؟
منظورم از ارتقا یافته اینه که لباس‌ها ساده و بی‌کیفیت نباشن. لباس‌ها طراحی دارن، کوالیتی خیلی خوبی دارن و یه ترکیب بندی درستن متناسب با فرم بدنتون که میتونید توی لایف استایل روزانه‌تون اگه سر کار میرین، اگه باشگاه میرین، اگه کارا رو پشت هم روی روز شلوغی رو سپری میکنین که خیلی این ترند مناسب منه. من خودم به شخص خیلی دوستش دارم، هم از این بابت هم از این که خب برند ورزشی خودم ویگورف هست. خیلی دوست دارم زودتر ترندی که میاد و استایلایی که قراره ببینیم و از الان ببینم. برای کسی که آمار دوست دارم باید بهتون بگم که امسال قراره 25% لباسای راحتی و لگینگ محبوب تر بشه. پس اگه یه هودی خاکستری کهنه دارین بهتره که یه دونه جدیدش رو بگیرین، چون امسال خیلی به دردتون میخوره. و حالا ترند سوم که رنگ برتر امساله و تنها رنگ امساله و اونم صورتی پودریه، صورتی پاستلی خیلی ملایم که خیلی میتونین راحت وارد لایف استایلتون بکنین. مثل این میمونه که یه تیشرت ساده صورتی زیر یه کت بپوشین یا از بافتای نازک توی بهار ازش استفاده کنین و هر جوری که دوست دارین میتونین صورتی رو با استایلتون ترکیب کنین. مثل صورتی چند سال پیش نیست که به خاطر فیلم باربی یه صورتی خیلی پررنگی بود و خب نمیشد همه ازش استفاده بکنن و در واقع به هر کسی نمی اومد، ولی امسال این آپشن رو ما داریم که میتونیم از این رنگ دخترانه و خانمانه استفاده بکنیم. یه نکته رو هم همینجا بهتون بگم، رنگ سالی که شرکت پنتون هر سال اعلام میکنه طبق رسمیه که این شرکت داره و در واقع میتونم بهتون بگم اون رنگی که امسال مثلا موکاموسی که اعلام شده ربطی به فضای دنیای فشن و مد نداره. تا حدودی میشه ازش ایده و کانسپت گرفت. یکی دیگه از رنگا طیف تونالیته کرم و بژ هست بعد از رنگ صورتی امسال، ولی این که بخوایم بگیم رنگ اصلی امسال توی لباس این رنگ هست هرگز. ترند چهارم لباسای با لبه‌های پفیه یا کلا پفیه. این ترند پارسال بود، امسال خیلی بیشتره، امسال خیلی حجیم‌تره و در واقع رو کل لباس میتونید این حجم ببینید. لباسا ماکسی تر شدن، خیلی ترند فمینی و خانومانه‌ایه و میتونید توی لباس شب اگه ایده لباس جدیدی ندارین ازش استفاده کنید. ترند پنجم که خیلی هم تو تیک تاک سر صدا کرده و همه در راجعش ویدیو درست میکنن، ترند ماکسیمالیسمه دیگه. یعنی امسال مینیمال نیست متاسفانه و خیلی شما میتونید آیتم‌های زیادی رو با هم ترکیب کنین و خیلی زرق و برق بدین به استایلتون که تو سبک من نیست، از الان دارم بهتون میگم، ولی خب خیلی طرفدار داره و اگه بتونین خروجی خوب ازش داشته باشین واقعا استایلتون رو متمایز میکنه. ترند شماره 6 پارچه تویید کلاسیکه یا تو ایران مثلا پارچه پشمی بهش میگن طرحدار یا پارچه شنل، دقیقا نمیدونم تو ایران بهش چی میگن، ولی تقریبا مثل همین لباسی که من پوشیدم. ستای کت و دامن داره یا کتای تک داره که خیلی سال هست بیشتر برای پاییز زمستون استفاده میشه، ولی الان برای بهار ترند شده، البته با پارچه های نازکتر که و با رنگای ترندی بهار میتونین تهیه کنین و تو استایل کلاسیکتون ازش استفاده کنین. ترند شماره 7 اکسسوری پر زرق و برق و شلوغه، گوشوارهای بزرگ، جواهرات، اکسسوری‌های روی هم، کیف‌های بزرگ، همه اینا جزو ترندهای امساله. ترند شماره 8 شلوارک‌های خیلی کوتاه یا هات پنت بهش میگن که بیشتر من احساس میکنم برای نسل جوان‌تره و خب میتونیم توی پارتی‌های شبونه و حالا مهمونی‌ها دور همی‌ها ازش استفاده بکنید. شماره 9 پترن حیوانات که پترن پلنگی امسال جزو ترندا بود، خیلی استفاده شد، خیلی سر صدا کرد. امسال اون هست و ترند پترن ماری یا گورخری هم بهش اضافه شده. 10 صندلی لاانگشتیه که قدیما بود دم ساحل میپوشیدیم، اون جزو ترندهای لایف استایل، میتونید توی روزانه ازش استفاده بکنین و چیزی هم که ترند شده آپدیت ترشه، بروز شده ترشه و خب قطعا خیلی قشنگتر و کاربردی تره. خب این بود پیش بینی ترندهای من از سال 2025. امیدوارم که از تماشای این ویدیو لذت برده باشین. حتما نظرتون رو با من به اشتراک بذارین، چه اونایی که میپسندیدین چه ترندایی که نمیپسندیدین و مرسی که ویدیو رو تماشا کردین. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.